استراتژی خوب به آدمان توانا کار نمی‌دهد. نقشه خوب به آدمان عهده‌برا عملی نمی‌شود. یگانه راه خلاصی از قرض زیاد کردن درآمد است. ما آنچه را که آرزو می‌کنیم نمی‌گیریم، بلکه آنچه را که ارزنده می‌گیریم. درست. برای چی انسان به دام قرض‌ها و مشکلات زیادی می‌افتد؟ زیرا او حیاتی داشتن می‌خواهد که فهمیشش به آن مطابقت نمی‌کند. روز бахайр дӯстони азиз, имрӯз мо устодамон муҳтарам Саидмурод Давлатовро даъват намудем, то ки мусоҳибаи кӯтоҳе вобаста ба сармоягузорӣ анҷом диҳем ва аз таҷрибаҳои ҳаётии ин кас дар бобати тиҷорат огоҳ шавем. хуш омадед устоди азиз ба студияи мо. روز بخیر بینندگان محترم. تشکر امید جان که مرا دعوت کردی. امیدوارم که از این صحبت ما آدمان زیادی منفعت میگیرند. خدا خواهد. استودی عزیز لطفاً بگویید کدام تجربه‌ها به شما کمک کردند تا که نتیجه‌های دلخواه امروزتان را به دست بیارید؟ من تنها هر دفعه وقتی که این یا آن کارم برار نمی گرفت باز نمی ایستادم. یک کار برار می گرفت و کار دیگر نه. من فهمیدم که موفقیت نه تنها پس از یک قدم دیگر ماندن است، بلکه از یک نتیجه به نتیجه دیگر گذشتن است. از یک ناکامی به ناکامی دیگر. من ناکامی های زیاد داشتم، اما یک چیز را خوب فهمیدم. ناکامی ها را به کامیابی تبدیل دادن در کار. یعنی از دلخواه ناکامی هایم من توانستم که یک درس خوب بگیرم و کاری کردم که در آخر من سرمایه، یار و رفیق، شناسها و دانش و تجربه زیادی به دست آوردم تا حدی که امکان دارد. یک چیز را گفتن میخواهم که عادتا ناکامی ها ما را باز می‌دارند، اما یک جنبه دیگر هست. آیا تو از این ناکامی یگان فایده گرفته میتوانی؟ بله. مثلا من قرضهای زیادی داشتم و نتیجه این کار را خیلی عالی گردانیدم. یعنی همین خیر شد. من دوام فعالیت کاریم بسیار سرمایه گذاری کردم. در یک چند سرمایه گذاری هایم بای دادم و من چنین می حسابم و اکنون فهمیدم که بای ندادم. اگر من باز می ایستادم و دوام نمی دادم آنگاه بای می دادم. آن همین کمک کرد تا که بعد از یک نتیجه دیگری را به دست آورم. این کمک کرد تا که از این راه قرضداری خودم را برآورم و سپس آن را با فرموله‌های نو و معاصر تحلیل کنم. بعداً وقتی که من لایحه‌های نو داشتم یا برای خود شریکان انتخاب می‌نمودم و یا تجارتی را سر کردم، در این راه‌ها روشن فکرانه رفتم. فهمو. چی فکر دارید؟ برای انسان محض چی در حیاتش مهم به شمار می‌رود؟ سلامتی. از همه مهم سلامتی است. برای چی؟ برای آن که من این را در 2-3 سال آخر حس کردم وقتی که کم کم بیمار شدم بعد کرونا ویروس و غیره. سلامتی از همه مهم است. اگر سلامتی نباشد دل کس از همه چیز میماند. از این رو سلامتی را باید در جای اول ماند، در جای دوم عائله را، در جای سوم کار و تجارت را و در جای آخرین کارهای اجتماعی را. اگر تو خودت محتاج باشی، عائلت محتاج باشد و خود نشاندهی کرده گردی، این ابلهی است. خود را بر دروغ، زور و توانا نشان دادن تماما کار خطا است. امروز من عقیده های یک شخص بزرگ را خواندم. نام او خین است. نسبش را فراموش کردم. او در زمان کنفوتسی زیسته است. فیلسوف خیتایی است و او میگوید شرط نیست که درباره دستاوردهایت به تمام عالم فغان کنی. اگر تو توانی که به خودت پیروز شوی، تو الک انسان بزرگی. درست. اگر تو خودت را شناخته توانی، خودت را فهمیده توانی، دانی که چی به تو الهام میبخشد، چی تو را خوشبخت میگرداند، تو الک آدمی بزرگ هستی و شرط نیست که در این باره به تمام عالم جار بزنی. بهترین عالی. شما درباره شریکی گپ زدید. لطفاً بگویید عین زمان شریکی چی افضلیت ها دارد و یا عموماً با تجارت خود شریکان را جلب کردن در کار است؟ خوش، بله. شریکی اصلا بیزنس خود چیست؟ بیزنس یک کردن ریسورس هاست. بیزنس خود یک کردن منبع هاست. اما یک کس اگر در سطح جهانی کاری کردن خواهد و یا در سطح بازارهای گلوبالی به معنای فراتر از حدود خود، ناحیه، ولایت یا کشور خود است. و مثلا اگر انسان خواهد که در این مجرا رقم 1 شود، پس به شریکی از عهده کار نمی براید، نمی تواند. دلخواه شرکت را مثال میاریم، مثلا والبرس یا اینکه آمازون یا اینکه کوکاکولا یا شرکت ژیلت را میگیریم یا شرکت ارتل را میگیریم در ازبکستان. بله.
و یا دلخواه شرکت دیگر را میگیریم. همه آنها شریک دارند. بله. همه‌شان شریک دارند. برای آنکه ناممکن است. یا مثال میاریم کسب بانک قزاقستان را. بانک خیلی عالی است. در بین تمام بانک ها با سیستم ایتیش یگانه است. و یا میگیریم مگنیت مگنوم را. این شرکت سرمایه گذار مستقیم ندارد، اما سرمایه گذارانی به واسطه دارد. شریکی در حقیقت به طور گیومتری کس را به قوت میگرداند. ولی مشکلاتش در چیست؟ در انتخاب شریک. انتخاب شریک. مشکلی در همین جاست، انتخاب شریک. حالا سوال نوبتی این است که از روی کدام خصوصیت ها باید شریکان را انتخاب کرد؟ حالا میگویم من با شریکان بیشماری کار کردم، خیلی زیاد کار کردم. من در کار شریکی تجربه و ملکه فراوان دارم. اکنون سوال، آیا میارزد که با شریکان کار کنیم؟ میارزد. ولی میارزد، چون که بیزنس یک جایه کردن ریسورس هاست. میارزد، ولی باید شریک را درست انتخاب کرد. مثلا یکم، همه باید به طور یوریدیکی درست باشد. دوم، باید با آن کسانی کار کنی که در سطح تویند و یا از تو بقوت‌ترند. با آدمانی پایان کار کردن در کار نیست. نه تماما. او با تو بار زیادتی می شود. او برایت دردسر می شود. با شریکانی باید کار کنی که از تو نیرومندترند، ریسورس های زیادتر دارند، ریسورس های ادمنستراتیوی بیشتر دارند، محیطی بی خطر می سازند و او از عهده کار می براید. از تو دیده به قوت‌تر است، تو را قوی می سازد. دانشی بیشتر کسی را باید انتخاب کرد که تو را به قوت‌تر می سازد. اگر کسی را انتخاب کنی که از تو دیده ریسورس های کمتر دارد، پس او باید وقتی بیشتر جدا کند. او باید به تو در کار باشد. توسط او تو باید توانی لایحه‌ات را عملی نمایی و باید فهمیش‌هایتان یک خل باشد. اگر سرمایه او کمتر باشد، پس باید اقلاً فهمیش‌ها یک رنگ باشند. محض فهمیش‌ها نقش کلان می‌بازند. شریکت با فهمیش‌هایش باید به تو مانند باشد. اگر این همه موافقت کند، خوب است. باز او باید در سفره تو باشد. قابلیت و توانایی او باید به سفره تو کفایت کند. اگر کفایت نکند، این شریکی نمی‌شود. برعکس مشکلات زیاد می‌شود. سپس به جای فکر کردن آید به تجارت، دائم درباره شریکی فکر می‌کنی. فهمو. شما کدام خصوصیت ها را استفاده می‌برید محض هنگامی عملی نمودن لایحه ها با شریکان؟ اگر گپ سری محض شریکی رود و یا لایحه ها در این بابت من طبق یک چند خصوصیت یا علامت ها کار کردم. یکم، من شماره خریدهای تکرار شونده میزاجان را میبینم. باید گفت که حجم خریدهای تکرار شونده باید نه کمتر از 40% باشد. اگر 45 60 62 باشد، من سرمایه گذاری میکنم، چون که این خصوصیتی یکم است. برای آن که اگر خریدهای تکرار شونده نباشد، در این لایحه خریدارانی دائمی نباشند. این به من چی لازم و این مشکلات است. پیشتر من به ایده های آدمان داده می شدم. آنها با هوس نقد می کردند. دهان من گشاده شده می ماند. بعد سرمایه گذاری کرده پولهایم را بای می دادم. برای همین خصوصیت یکم خریدی دائمی است. دوم، آیا لایحه من رقم 1 شده می تواند و یا به سگانه بهترین شامل می شود؟ اگر لایحه رقم 1 شده نتواند و یا به سگانه اول شامل شده نتواند، من به این لایحه سر و کار نمی گیرم. چون که پیشتر من بسیار سرمایه گذاری کردم و از این خسته شدم. سوم، من گروه را میبینم. برای آن که استراتژی خوب به آدمان توانا کار نمیدهد. نقشه خوب به آدمان عهده‌ورا عملی نمی شود. من گروه را می بینم و آیا سردار لایحه خودش از عهده اداره کردن گروه خوب می براید یا نه؟ این خیلی مهم است. بعد می بینم که بازار انکشاف یابنده است یا نه. استاتستیک را می بینم. آمار کنونیش را از نظر می گذرانم. جای و مکان را هم خیلی با دقت می بینم و بعد می بینم که توکلش چگونه است. این هم خیلی مهم است. درجه توکل برایم چگونه است؟ خطر برایم چگونه است؟ من این همه را می سنجم. برایم توکل هر قدر کم باشد همان قدر بهتر است. من باوری حاصل کردم که اگر تو اقلاً توکل ها را اداره کرده توانی، حتما فایده به دست میاری. فایده هیچ جا گم نمی شود. این یک چیزی عادی است. اگر ظرف تو سوراخ نباشد، آب آن هیچ کجا گم نمی شود. آب در آن می ایستد. اگر آن کفیده یا سوراخ باشد، آب جاری شده می رود. اکثری سرمایه گذاران حالا پولهای خود را به ایده ها سرمایه گذاری می کنند. شما از روی تجربه هایتان با چنین آدمان چی توصیه می دهید؟ کدام قسمی سرمایه‌شان را باید سرمایه گذاری کنند محض به ایده ها؟
من به ایده ها سرمایه گذاری کردم، به محصولات سرمایه گذاری کردم، به تکنولوژی سرمایه گذاری کردم، به آدمان سرمایه گذاری کردم. حالا از همش دست کشیدم و تنها به آدمان سرمایه گذاری میکنم. ایده پر است. هر یک ایده را بیزنس کردن ناممکن است، باور کن. و نه هر یک محصولات را به جریان دائمی تبدیل دادن ممکن است. تنها میتوان وابسته به طلبات معین آن را کمی گردش داد. از این رو من تنها به آدمان سرمایه گذاری میکنم. چرا؟ هر یک ایده خوب را باید انسان عهده‌برا اداره کند. اگر انسان عهده‌برا باشد پس میکند. اگر انسان ناعهده‌برا باشد او میتواند همه گونه ایده خوب را کشته گوراند. او این کار را رسوا میکند. میدونید چقدر ایده های خوب عملی نشده ماندند. چون این ایده ها در عالم بیشمارند. چون که صاحب این ایده یا استراتژی خوب نبوده است، یا خصلت وزنین داشته است، یا هر جا پرک بوده است، گاه در این جا و گاه در آن جا، و یا تنها درباره خودش فکر میکند، و یا او با شریکانش درست مصلحت کرده نتوانسته است، آنها به موافقه نرسیدند و غیره. هرچند ایده خوب بوده است و چون این حالت ها خیلی زیادند. برای همین من به آدمان سرمایه گذاری میکنم. شاید دیگران به ایده ها و غیره سرمایه گذاری کنند. این را تحلیل کردن در کار. من به آموزش و تحلیل درست سرمایه گذاری نمی کنم. من اول توکل و خطرها را به اینابت می گیرم، نه ایده و تکنولوژی ها یا محصولات و دیگر چیزها را. من این خیلی کار نمی کنم. من موافق توکل کلان، میانه و خرد بها می دهم. من موافق توکل قرار می برارم، برای آن که برای سرمایه گذار نگاه داشتن سرمایه و بای ندادن آن مهم است. من پیشتر همین خیل می کردم. کسی با یگان ایده خوب می آید، عالی، بیا، اما تجربه هم کمی میکرد و استادی نداشتم. از این رو من خطاهای زیادی کردم. همیشه من پول میدادم و با پولی من دیگران میخواندم. آنها در بری من بودند و با عقلتر میشدند و دائم به من میگفتند کار برار نگرفت، خیر خودتان میدانید که بیزنس توکل است. و بعد برای از نفس سرمایه جمع کردن 2-3 سال عمرم صرف میشد و هر گونه ضرر سرمایه گذار را 4-5 سال قفا میپرتاید. و محض در موردی ضرر، وقتی انسان بسیار قرضدار شود، در نوبت اول باید کار را از چی سر کند؟ او باید پیش از همه فکرانیش را تغییر دهد. برای آن که وقتی انسان بسیار قرضدار می شود، او تنها فکر می کند که از کجا باز قرض گیرد. او به این عادت می کند. تنها فکر می کند از اینجا می گیرم به آنجا می دهم. با قرض نو قرضهای کهنه‌اش را برگردانیدن می خواهد. اولین کاری که شخص قرضدار باید کند رهایی از فکرانی قرضداری است و باید دقیق قرار قبول کند. یکم قرار کند. او باید مسئولیت را به دوش خود گیرد، چون که فکرانی چنین است و او فکر میکند نه شریکانم مرا در حالی بد ماندن، فلانی دروغ گفت، من گناهکار نیستم، فلان شرکت مفلس شد، من گناهکار نیستم. میفهمی؟ این عیبی من نیست، وضعیت همین خیل شد، این فارس مژور است، گروه به من دروغ گفت و یا شریکم دروغ گفت و غیره. میبخشی، پول را تو دادی، تو را کسی مجبور نکرده است. باید به خودت گویی که همین شریک را من خودم انتخاب کردم. میفهمی؟ این یک. دوم، اگر تو قرضدار شوی باید درک کنی و گویی من خودم قرار کردم که پول قرض گیرم. کسی آمده تو را مجبور نکرده است که از من قرض گیر. هیچ کس این خیل نمی کند. این قراری من بود. اولین قدم ها انهمیخ سر می شود وقتی او درک می کند و طعمه شدن را بس می کند. ما این را درک طعمه شوی می نامیم. وقتی انسان در حالت درک طعمه شوی قرار دارد پیوسته راه نجات را می جوید. حالت او به این تیار است و او راه ها را جستجو می کند، مثل که زنبور عسل جمع می کند. وقتی انسان در حالت درک طعمه شوی قرار دارد پیوسته در سرش همین گونه فکرها آمدن می گیرند، چون که پروگرام سرش همین خیل است. او با لایحه های همراه می شود که همشان خطرناکند. از این رو پیش از همه کس خودش را باید دیگر کند و از فکرانی قرضداری رها شود. یکم باید چی کار کند؟ قرار قبول کند، درک نماید من خودم قرض گرفتم. دوم، قرار کند که دیگر هرگز قرض نمیگیرد، ایستد، مقابلیت کند. آنگاه عقل و هوشش و روحیش برقرار می شود و غیره. سوم، به درآمدش توجه کند. تنها به درآمد یگانه راه خلاصی از قرض زیاد کردن درآمد است. این خیلی مهم است. باید پره به درآمد رو آرد. چهارم، پیوسته هر ماه کم کم قرضهایش را برگرداند، اگرچه کم هم باشد. قرضهایش را برگرداند. بله این خیلی مهم است. با خلاصه درست اقلا کم کم قرضهایش را برگرداند. این درست ترین استراتژی برگرداندن قرض است و رفته گشاد و روشن مصلحت کرده قرضها را کم کم برگرداند. کفالت خطی داده کار را جدی سر کردن در کار، گریختن در کار نیست. اگر کس از قرضهایش گریزد حیات خودش را دشوارتر می‌سازد. و پنجم، حتما باید درآمد خود را 10 مراتب زیاد گرداند و در این راه کوشش کند.
پول را از بازار گرفتن در کار، نه از آدمان. چون قرض گرفتن نه، پول کار کردن در کار. به بازار باید رو آورد. پول کار کردن به کس لذت می بخشد. در بازار پول کار کردن الهام بخش است. پولهای بازار هیچگاه به آخر نمی رسند. درست. چی قدری خواهی بگیر، ولی اگر تو پول را از بانک یا از شریکانت گیری، زمانی باید برگردانی. مسئولیت داری. اگر از خریدار بگیری، خدمت رسان، محصولاتت را پیشکش کن. باید پول را به همین رو آورد. من تجربه خودم رو میگویم استاد. محض در این مسئله من کتابی شما راههای خلاصی از قرض رو خواندم. آن رو به همه آنهایی که قرضدار شدند و نشدند توصیه میدهم تا که شما تیار باشید. اگر یگان حالتی غیر انتظار شود، شما خواهید دانست که باید چیکار کنید. وقتی من قرضدار بودم، همیشه هر یک انسانی که به من قرض داده بود آمده دری مرا میزد. بله. از سحر تا شام. و چون این کتاب رو خوندم، من فهمیدم که من سیندرومی قرضدار را دارم. بله. چون که با قرض نو قرض کهنه‌ام را میدادم. بله. در اکثریت یعنی چنین همگی است. $2500 قرض داشتم و آن قرض دوام 2 سال به $11000 تبدیل یافت. خوش، حالا نگاه کن. انسان در جوهرش چیزی داشته باشد، همان چیز انکشاف می‌یابد. اگر قرض داشته باشد، مثل درخت می‌سبزد. این خیلی مهم است، چون که آدم درباره آن بسیار فکر می‌کند. این مرکزی توجهی او می‌شود و کس پیوسته در این باره فکر می‌کند. در ذهنش این اندیشه قوی‌تر می‌شود و از همه مهمش، هر چی که تو فکر می‌کنی و روحاً عذاب می‌کشی، در خود آن به طور گیومتری انکشاف می‌یابد. و چون من کتابی شما رو خوندم، من به فایده بیشتر توجه کردم. بله. و چون به فایده توجه کردم، عجیب است که همه آدمانی قرض داده زنگ زدن رو بس کردن. برای آن که تو فکر کردن رو بس کردی. من صاحب سرمایه شدم، $50,000. اما من باز قرض ها داشتم. بله. من کم برمیگرداندم و با اون آدمان زنگ میزدم. برادر، من میخوام قرضم رو برگردونم. دیر باز تو زنگ نمیزنی. تشکر به تو. بله. و اون آدم میگفت میدونی حالا من در تاشکентم و یا در یگان جای دیگر هستم. بعد 2 هفته میایم و بعد میگیرم. من میگفتم عجیب، این آدم هر روز میآمد. وقتی برای پول رو برگرداندن زنگ میزنم، او میگوید که بعد 2 هفته آمده میگیرم. میدونی برای چی؟ آدمان مقرری تا به این روزها نرسیدند. آنها این رو درک نمی کنند. این مثل تلفن است که آدمان را به هم میپیوندد. مثلا تو به رقمی کسی زنگ میزنی که او در امریکا است، اما تو گپ میزنی، مسافه اهمیت ندارد. تو به یگان کس به بخارا زنگ میزنی، حالا من و تو در تاشکند هستیم، مسافه اهمیت ندارد. مهمش تو رقمی او را دقیق دانی و او در علاقه باشد تا پیوست شوی. مغز سر مانند همین کار میکند. و همه تکنولوژی هایی که ما میبینیم، عالمان امکانیت های انسان را نسخه برداری کردند، دراز کردند. مثال تلفن شکلی دراز زبان و گوش است. هواپیما دراز کردن پاست. بله. یعنی هزاران بار زیاد کردن قابلیت های انسان توسط تکنولوژی ها، البته با کمک علم. هواپیما دوامیابی پاست. تلفن دوامیابی زبان و گوش است. تلویزیون دوامیابی چشم است. در اینجا نشسته امریکا را تماشا میکنیم. با این چی گفتن میخواهم؟ گپ سری آن است که وقتی تو روحاً پیوسته درباره چیزی فکر کنی، آن تا رفت بیشتر حیاتی تو را فرا میگیرد. چرا وقتی که تو زنگ زدی آن آدم گفت که بعد 2 هفته آمده میگیرم؟ چون که باطناً باوری او به تو زیاد شد. بله. باوریش افزود. پیش از این او به تو هر روز زنگ میزد، تو را ناراحت میکرد، به تو داد میزد، دغل رفتاری میکرد. حالا که وضع اقتصادی تو بهتر میشود، وقتی تو بالاتر میبرایی، پس تمام، آدمان دیگر تو را ناراحت نمیکنند. برای همین اداره کردن خود را یاد گرفتن در کار. آدمی که خود را، حسیات خود را، ترس خود را، ضعیفی و عادتهای خود را اداره کردن نمیتواند، موفق نمیشود. اینچنین من از کتاب‌های شما یک چیز را فهمیدم که برای ثروتمند شدن و یا اینکه پولی بسیار داشتن، برای آدمی بای شدن با دلخواه کس پیش از همه 3 چیز لازم است. پول کار کردن، پول را جمع کردن و پول را زیاد کردن. اما در اینجا عامل مهمترین جمع کردن پول بوده است. وقتی انسان پولش را جمع کردن نتواند، او همیشه تابع حسیاتش میگردد. وقتی من این را فهمیدم، پولهای خود را دیگر به هر گونه لایحه ها، ایده ها، اموال غیر منقول سرمایه گذاری نکردم. این کار را بس کردم، چون که من فهمیدم که برابر پول کار کردن خواهش های من زیادتر میشوند. معلوم شد که من پول کار کرده میتوانم، آن را زیاد کرده میتوانم، اما آن را نگاه داشته نمیتوانم. این قانون پارکینسون است. قانون پارکینسون چیست؟ خراجات برابر درآمد می افزاید. این قانون را او علما اثبات کرده است. قانون پارکینسون چنین است: برابر درآمد خراجات هم زیاد می شود.
مهم نیست که آدم چقدر پول کار میکند، به هر حال او بای نمیشود. اگر کس $100 کار کند آن را نیست میکند، $1000 کار کند آن را نیست میکند، $10,000 کار کند هم $10,000 خراجات میکند. متناسباً برای پول کار کردن استعداد در کار، برای پول را جمع کردن دیگر چیزها در کار، برای زیاد کردن باز چیزهای دیگر. برای همین پول جمع کردن از پول کار کردن دشوارتر است، به نهایت دشوار است. اگر تو کتاب‌های مرا با دقت خوانده باشی، راهی ثروتمندی نه از پول کار کردن بلکه از جمع کردن پول سر می شود. اگر تو با پول کم سرمایه‌ات را نگاه داشتن نمیتوانی، با پول کلان هم انیق نمیتوانی، چون که پول بیشتر مشکلات بیشتر دارد. و حالا من میخواهم باز یک تجربه خودم را گویم. من پول جمع کردن را سر کردم از سال 2020. تا پاندемия ما داشتیم مینی مастер класс در سمرقند باید برگزار میشد در ماهی مای اگر خطا نکنم. بله ما همین خیل نقشه داشتیم. بله. خواستم در آن اشتراک کنم اما با سبب پاندемия به تأخیر گذاشته شد. بعد من خواندن را سال 2021 سر کردم. تو برای مастер класс به بخارا رفتی؟ همون وقت به مقداری معین سرمایه داشتم، اما تا سال 2020 من پول کار کردن می توانستم ولی سرمایه نداشتم. من با اموال غیر منقول با ایده ها سرمایه گذاری می کردم، یعنی پولی را که کار می کردم از دست می دادم. اما پس از خواندن درس های شما من زیاد نمودن پولم را سر کردم. بله. پیش از این فکر می کردم که من همه چی را می دانم، ولی محض پس از آموزش من پولم را زیاد کردم. و اکنون سوال نوبتی، به هیچ گونه آموزشی ساحه تجارت. شما هم در کورس‌های آموزشی خیلی زیاد اشتراک کرده اید و کتاب‌های بسیار خوانده اید. مگر انسان اقلاً 1% هم باشد امکانیت دارد که به استاد و به هیچ گونه دانش در مدت کوتاه و یا در وقت معین موفق شود؟ نه هیچ کس پیغمبر شده به دنیا نمی آید. من به این باور نمی کنم. چرا؟ مثلا بیا نگاه میکنیم. با ما در مکتب چطور نوشتن حرف را آموزاندن. بله. میفهمی؟ با ما طرز پختن خوراک را یاد دادن، با ما طرز راندن دوچرخه و غیره را آموزاندن. خود از خود اگر تو نبینی این کارها را کردن نمیتوانی. این خیلی طولانی است. بله. و ارزشش گران است. من به این باور نمی کنم. تماما باور نمی کنم. این ناممکن است. حتی 1% هم امکانیت نیست. برای چی؟ برای آن که نگاه کن. حالا در بازار آدمان زیرک، شرکت‌های ثروتمند خیلی زیادن. تو رقابت ناپذیر میگردی. تو دور و دراز تاب آوردن نمیتوانی. به دانش کس دور رفتن نمیتواند. عاقبتی خوب ندارد. حالا این ناممکن است چون که زمانه دیگر شده است. تو پشه را دیده ای که خود را به شیشه میزند حالان که روزنه هست. من انا همین گونه بودم تا دمی که نمیخواندم. مثالی خوب من آوردید. چون این پشه را میبینم و فکر میکنم و عذاب میکشد. خودش را تکرار به تکرار به شیشه میزند حالان که روزنه کشاده نزدیک است. تو میگویی انا به این سو پرواز کن، ولی پشه میگوید که نه، خود را به شیشه محکم میزند. من همین خیل بودم. اما وقتی خواندن را سر کردم من فکر میکردم که چرا پیشتر همین خیل نکردم. وقت بسیار کردم. این همه به سلامتی تاثیر میرساند. عصبهای کس بیمار میشود. کس وقت زیاد را از دست میدهد. در 5 سال نزدیک چگونه لایحه‌ها در کشورهای اسنگ انکشاف خواهد یافت؟ کدام لایحه‌ها؟ بله. و یا میتوان گفت که سمت‌های تجارت. خب حالا میگویم سمت مهندسی، آیتی، معارف، پروفیلاکتیکا، ساحه تندرستی، صادرات و واردات، کارکرد همه گونه محصولات خام در آسیای مرکزی، ساحه سیاحی، اینفراساختارها، ساختمان راهها، راه آهن، لوجستیکا و غیره. همه این سمت‌ها انکشاف می‌یابند. فهمو. هر چی که ما می‌بینیم مثلا در حدود کره، سنگاپور، مالایزیا و غیره، آن در تمام منطقه رشد یافته است و در اینجا هم می‌شود. عیناً همون خیل می‌شود، چون که وقتی یک کشور رشد میکند مهم نیست که قزاقستان است، ازبکستان است، تاجیکستان است. پس این خود از خود به کشور همسایه تاثیر میکند، چون که فهمش های ما مانندند. آن خود از خود به یکدیگر تاثیر میرساند. و راه‌های زود ثروتمند شدن کدام راه‌ها میباشند؟ من از این جوابی استاد لذت میبرم، چون که دوستان من از استاد راه‌های چطور زود ثروتمند شدن و یا چطور زود اتوماتیزاسیا کناندن تجارت را بسیار شنیدم. حالا میگویم تنها کرونا ویروس یخ‌های دراز شمشیرگونه و حجیره‌های سرطان زود افزایش می‌یابند.
من به این باور نمی کنم. من یگان بار ندیدم. این ضد قانون طبیعت است. زن نمی تواند امروز حامله شود و سحر تولد کند. درست. میفهمی؟ باید همه چی طبیعتاً با نوبت باشد. مثال کودک 5 ساله مثل آدم 60 ساله فکر کردن نمی تواند. بعضن مادران کودکان 3 ساله خود را گرفته پیش ریپیتیتورها میبرند گویا که کودک از 3 سالگی زبان انگلیسی را آموزد آینده تمام دنیا را میگرفته باشد. شما میفهمید؟ من چنین فهمیشی دارم. دریاچه را مجبور کردن نمی شود که زودتر جاری شود. درست. آیا میدانی که چرا من استاد خوبی شدم؟ من آدمان را خیلی خوب فرق میکنم و این را فهمیدم. بله. یک شاگرد را تله دادن در کار، یک شاگرد دیگر را باشد باز داشتن در کار. میدونی من بعضی ها را باز میدارم. من میگویم که گوش کن، حالا همین خلقت بعد نیم ساعت صحبت میکنیم، او باشد آتش است، ای بیاید این کار را آن کار را میکنیم. من میگویم که ایست، نه این خل کن، کمی وزن تر شو، چون که بعضی ها را همین خل کردن در کار. الکی قریب 25 سال میشد که با آدمان کار میکنم. شاید برای همین من صاحب تجربه خیلی زیاد شدم. یعنی دریاچه را مجبور کردن نمی شود که زودتر جاری شود. کس زود ثروتمند شدن نمی تواند. اگر شما زود ثروتمند شده باشید زود آن را بای می دهید. در یاد دارید نگاه داشتن نمی توانید. نگاه داشتن نمی توانی. این ناممکن است. میفهمی؟ انسان چیزی دلخواهش را نمی گیرد. انسان آن چی را می گیرد که سزاوار است. ما آنچه را که آرزو میکنیم نمیگیریم، بلکه آنچه را که ارزنده ایم. میفهمی؟ برای چی انسان به دام قرضها و مشکلات زیادی میافتد؟ زیرا او حیاتی داشتن میخواهد که فهمیشش به آن مطابق نیست. میکوشد زندگی داشته باشد که همچون شخصیت به آن سطح نرسیده است. او خود به این درجه نرسیده است. او میکوشد کردیت گرفته خانه گرانبها خرد، با کردیت ماشین گرانبها خرد، با کردیت تلفن گرانبها خرد. میفهمی؟ طرز حیاتش آنگونه است که شخصیت او به همان سطح نرسیده است. درست. و این از درون او را مثل درختی که درونش خالی است او را از درون میخورد و حتما روز این تنه پوک میشکند. برای همین انسان چیزی دلخواهش را نمیگیرد، آنچه را که ارزنده است میگیرد. میفهمی؟ نگاه داشته نمیتواند. زندگی خیلی عادلانه است. این را با سخن بیان کردن نمی شود. چنان خیرتمند، چنان با انصاف و شفاف است که تنها آدمان کمبغل زندگی را ناعادلانه می شمارند و کسی که حکمت زندگی را فهمیده است هیچگاه این خیل نمی گوید. هیچگاه. برای همین زندگی کاملا عادلانه است. همه را در جای خود میماند. همه را در جای خود میماند. با دلارهایی که ناعادلانه به دست آورده می شود 2، 7، 15 سال دلخوشی میکنی و بعد زندگی زیدی تو میبراید. من در این باره تجربه های بیشمار، مثال های بی حساب دارم. زندگی همه چی را در موازنت نگاه می دارد. نفس کشیدن و برآوردن، زندگی همین طور ساخته شده است. زندگی این یا آن کس را دوست نمی دارد. کسی را مخصوص انتخاب نمی کند، برتری عطا نمی کند. عادلانه است. زندگی این یا آن کس را دوست نمی دارد. زندگی نعمت ها را به همه عادلانه می دهد. وابسته به ارزنده بودن تنها در وقت های گوناگون. عائله که ما داریم، پس ما به چنین عائله ارزنده ایم. سطح زندگی که داریم ما به همان ارزنده ایم. میدانی امروز سخنان یک فیلسوف چینی را خواندم. او چنین میگوید: اقلاً کمی بالای خود کار کن. مضمون آن حکمت همین گونه بود. کم کم بالای خود کار کن تا که بهترین شوی. اگر تو تمام عمر لباست را در آب چرکین شویی و دستانت را در آب چرکین شویی، تو کی پاک میشوی؟ فهمیدی؟ تو تمام عمر لباست را در آب چرکین میشویی و دستانت را در آب چرکین میشویی و باز پاکی رو انتظاری. این طور نمیشه. بله درست. تو میفهمی؟ اقلاً کمی بهتر شو. میفهمی؟ اقلاً کمی امروز تو بهتر شو. من در حیرت موندم. این گپ رو او 5000 سال پیش گفته است. میفهمی؟ بله. و سوال نوبتی رو من با همه آدمان موفق می دیم. پیش از تحلیل کردن موفقیت های انسان، این فکری شخصی من است. باید به خطاهای او اهمیت داد تا که تکرار نکنی. بله، خطاها یک رنگ. 3 خطاهای کلانتان را گویید که تقدیرتان را عوض کرده باشد. خطای یکمم، من به هر سمت پریدم. این خطای ابلهانه‌ام بود. به همه سمت بینی خلاندم. من انسانی هستم که سرم پر از ایده هاست
یک ایده عملی نشده دیگرش را سر کردم. یک لایحه به انجام نرسیده دیگرش را سر کردم و این باعث غم و تشویش و رو افتادگی های زیادی شد. من فشار را حس می کردم. فهمو. مجبور می شدم که به هر سو دوم. ریسورس ها کمن، وقت کم است، آدمان کمن، پول کم است. این اولین خطای ابلهانه ام بود. در یک وقت سری چندین لایحه کار کردن خوب نیست. هر جا پریدن در کار نیست. درخت در یک جا می این سبزد. خیلی مهم است. دوم، خطای دومم، من به صاحبکاران بسیار سرمایه گذاری کردم. همان وقت من فرق صاحبکار و بیزنسمن را نمی فهمیدم. صاحبکار شخص تواناست، ولی او گروه تشکیل کردن نمی تواند، کارش را کلان کردن نمی تواند، بیزنس کردن نمی تواند. او چیزی را می خرد، می فروشد، خودش کار می کند. تمام. من به چنین آدمان سرمایه داده بسیار زیان دیدم و این مرا قفا کشید. تصور کن 4-5 سال کار کرده پول جمع نمودم. یک چند میلیون را به صاحبکاران دادم و سوختم. میفهمی؟ مجبور شدم همه را از نو سر کنم. من در هر 5 سال باز در اولی راه هم قرار می گرفتم. این دومین خطای کلانی من بود. خطای خیلی کلان. سوم، من برای خود استاد نیافتم که مدتی طولانی به من راه نشان دهد. اصلا سرچشمه همه خطاهای من همین بود. من به پدر به وای رسیدم و هر دفعه به فهمیش خودم کار میکردم. کم کم از این کس چیزی را یاد گرفتم، کم کم از آن کس، باز کم کم از کسی دیگر. اما این خطا بوده است، این نادرست بوده است. من این را حاضر فهمیدم. 5 سال پیش من این خیلی فکر نمی کردم، اما این را من حالا خوب فهمیدم. در زندگی یک استاد بزرگ داشتن در کار. یک استاد. دیگران تنها کمک میکنند. مثل ماشین، مثل شاهراه‌های اساسی هست، دیگر راه‌ها علاوگی هستند. مثل انسان ستون مهره دارد و دیگر عضوها به آن چسبیدن. یعنی همین خیل بوده است. یک استاد اساسی خوبی داشتن در کار. و بعد در زندگی دیگر استادان در هر سمت به تو مصلحت‌ها می‌دهند. اما کم کم در اینجا خواندن، کم کم در آنجا خواندن، باز آنجا و اینجا. این به کس کمک می کند اما سرعت نمی بخشد. تو به سطح دلخواهت نمی رسی، به سطحی که می توانستی نمی رسی. همه گپ سر همین است. تو قوت و نیروی زیاد صرف می کنی، خطاهای بسیار می کنی و نمی شود. تو نمی توانی شخص بزرگ شوی. حالان که می توانستی. خطاهای مذکور برایم خیلی گران بود، خیلی گران. استاد، اولین درسمون سیستم کنونی تجارت رو در یاد دارم. تو سرشوی درس شما گفته بودید، این خیلی گفته بودید، در بری من باشید. 2 سال بعد من و شما دیگر خیلی گپ میزنیم. بله. یعنی پیشی هر گونه مربیان و یا استادان تجارت نروید، تنها در همین جا خوانید و پس از 2 سال من و شما صحبت میکنیم. من مضمون این گپ رو اکنون فهمیدم. این خیلی دردناک است. راست گپ رو گویم، من همون وقتها فکر میکردم که چطور این خیلی بوده میتواند. معلومات خیلی زیاد است و این آدم میگوید که تنها آمده درسای مرا خوانید. و پس از گذشتن 6 ماه من فهمیدم و اعتراف کردم که این درست‌ترین راه بوده است، چون که من هم به دیگران درس میدهم و چون میبینم که شاگردان سوی دانش‌های گوناگون میدوند، پس از همه اساسیش را از دست میدهند، اون چیزی را که میتوانستند گیرند. بله، نگاه کن، او پیش از همه دقتش را گم میکند. دوم، در سرش ایدئولوژی‌های گوناگون پیدا می‌شود. مثال تو نمی‌توانی سحر به مسجد روی، مسلمان شوی، نصف روزی مسیحی شوی و شام یهودی شوی و بعد رفته بت پرست شوی. سپس کوشش کنی که شخص مقدس روحانی شوی. این طور نمی‌شود. نگاه کن، یگان چمپیون در ورزش نمی‌تواند سحر به شناوری رود، نصف روزی به تنیس رود و شام باز به یگان نمودی دیگری ورزش رود و انتظار شود که چمپیون جهان می‌گردد. این خیلی نمی‌شود. بله. این ناممکن است. همینطور نه؟ ناممکن است. چمپیون جهان نمیشوی. تو میتوانی ورزشکاری عادی هوسمند شوی، سلامتیت را خوب نگه داری، اما قهرمان شدن نمیتوانی. من به چه خلاصه آمدم؟ حالا واضح میگویم بینندگان گرامی، هر یک قهرمان استاد دارد. بله. این را باید فهمیم. همه شخصیت‌های بزرگ استاد داشتند. بی‌شبهه. کدام فیلم ها و کتاب ها به شما کمک کردند تا که زندگیتان بهتر شود؟ من هر روز 1 ساعتی قرآن میخوانم. این راست است. من این کار را منتظم میکنم. تفسیر قرآن را میخوانم. وقتهای آخر شکل اودیویی تفسیر قرآن را گوش میکنم، چون که کارهای زیاد دارم. این چیزی یکم است. وابسته به موفقیت باشد. به من کتابی فکر کن و باش شو بسیار کمک کرده است.
این کتاب مرکب است. وقتی به صحیفه پنجمش میرسی نمیفهمی که در صحیفه یکم چی گفته شده بود. همین خیلی است. و به من کتاب استیون کووی خوب کمک کرده است. 7 ملکه آدمان مؤثر. کتاب دیگری هست که خوب کمک کرده است. زن. من نام مؤلفش رو فراموش کردم. این چنین وقتی که قرضدار بودم به من کتابی روی سخت و دلسیا بسیار کمک کرده بود. به طور عالی یاری رسانده بود. زنی چینی که پیرامون روحیه جنگاوران می نویسد. این به من بسیار کمک کرد. باز به من کتاب تنها وسواسی ها زنده میمانند کمک کرده است. من سخت مفلس شده بودم و این کتاب به من یاری رساند. راهبر شرکت نامش چی بود؟ نام شرکت چی بود؟ شرکت امریکایی، فراموش کردم. اپل نه، فراموش کردم. خلاصه این کتاب رو اون نوشته است. این کتاب عالی است، خیلی خوب یاری میرساند. بعد کتاب بیل گیتس، بیزنس با سرعت فکرانی. خوش، این چنین کتابی چطور من کار را تأسیس دادم. این چنین فروشنده پای افضل، مؤلفش فیلیپ نایت و غیره. من بسیار کتاب میخوانم، حادثه های واقعی را دایر به بیزنس. و حالا کتابی که من به همه توصیه میدیم کتابی هیچ گونه قاعده است. نتفلیکس. از جانب نتفلیکس و غیره، فرهنگ بی همتای نتفلیکس. این کتابی عالی است، اما مردم ما هنوز به این آماده نیست. این همه را بی آمادگی نخوانید که مفلس میشوید، چون که به فکر من هنوز هم فکرانی مردم ما به چنین کتاب ها تیار نیست. گروهشان آماده نیست. سطح قابلیتناکیشان باید در درجه بلند باشد تا که گروهی ستاره ها را تشکیل کنند. و خلاصه همین گونه کتاب ها زیادند. کتاب خواندن در کار، این به من بسیار کمک کرده است. من بسیار کتاب های جالب خواندم. دستاورد حدی نهایی. این کتاب بهترین است، واقعا به کس نیرو میبخشد. 21 قانون راهبری، این هم کتاب فایده بخش است. این کتاب ها واقعا یاری میرسانند. من کتابی 12 پرینسیپی میلیونرها را خواندم. غذای معنوی زیاد گرفتم. تریسی بسیار کتاب خوب است. باید گویم که برایان تریسی به همتاست. استیون کووی، برایان تریسی، کیاساکی، کتاب های همشان را خواندن در کار. من شوخی نمی کنم. خواندن در کار، به طور واقعی خواندن در کار، آموختن در کار، نه تنها خواندن. ولی اینجا بعضی نازکیت ها هستند. چگونه؟ بعضی از این کتاب ها 50 سال پیش نوشته شدند. نه همشان به فهمیش های ما موافقند. این را باید به اینابت گیریم. اما بعضی چیزها موافقت می کند. اما چیزهای فایده‌ناکش را گرفته توانستن در کار، گرفتن را آموختن در کار. از این رو خواندن کتاب هم هنر است. نظربایف، نورسلطان نظربایف میگوید که کتاب بهترین راهنماست. وقتی تو آن را میخوانی با صبرانه منتظر میشود. هیچگاه ناز و نوز نمیکند. وقتی میخوانی منتظر میشود. و همچنان من کتاب‌های خودم را توصیه می‌دهم. مثلا کتاب من و پول را حتما خواندن در کار. و همه توصیه می‌دهم. با استراتژی فکرانی ثروتمندان و کم بغلان. این کتاب‌های خیلی قوی‌اند. اگر کس کتاب استراتژی را خواند، بعد کتاب‌های توصیه دادم را بخواند، با طور کاملا دیگر میفهمد، چون که در سرش فکرانی درست تشکل می‌یابد. وقتی ما درس‌ها را سر می‌کنیم، من به شاگردانم همیشه توصیه می‌دهم محض استراتژی فکرانی را. آدمان آمده میگویند که این کتاب مخصوص برای من نوشته شده است. بله. برای آن که در آن ما درباره موفقیت ها گپ میزنیم، درباره آینده، درباره سرمایه، درباره درآمد گپ میزنیم. فکرانی خواننده باشد تماما دیگر خیلی است. با او اشیای خوانش دادن به فایده است. خواه ناخواه نمیفهمد. این را برطرف کردن در کار. برای ساختن بینای نو، بینای کهنه را نیست کردن در کار. و آخرین سوال، 5 مصلحت دلخواه پدر به پسرش باید چگونه باشد؟ شما به فرزندانتان چی توصیه می‌دهید؟ حالا میگویم 5 مصلحت به پسر. مصلحت یکم، پیش از همه تو باید فهمی که وقت برایت غنیمت است. سالهای جوانی خود را، هر یک لحظه عمر را غنیمت دان، زیرا در جوانی 1 ساعت بیهوده گذرانده در 10 سال حیات بعدینت تاثیرگذار است. اگر حالا پول زیاد نداری، پس وقت داری. وقت را باید ثمرناک استفاده بری. یعنی مصلحت یکمی من غنیمت دانستن وقت است. وقت را بیهوده گذرانیدن در کار نیست. کم کم بازی، دلخوشی، استراحت باقی ندارد تا که کس به خود آید. اما وقت اساسی باید دقیق نقشه‌بندی کرده شود. دوم، باید لجام خصلت خود را به دست خود گرفت. برای این کس باید مهنت عقلانی و جسمانی کند. این همه را باید هماهنگ رشد بخشید.
ذهن اکادمی، ذهن جسمانی، ذهن معنوی، ذهن ایجادی، ذهن روانی، این همه را باید در یک وقت انکشاف داد. این خیلی مهم است. سیوم مصلحت من، همیشه هدف را انتخاب کن. همیشه هدفت را انتخاب کن. من با شرافت همین اینقدر کامیاب شدم. من و همسرم بسیار لحظه های مشکل داشتیم و من همیشه هدفم را انتخاب میکردم. وقتی هر دفعه مرا دوستان و شناسانم به توی جشن زادروز دعوت میکردند، من همیشه هدفم را انتخاب میکردم. وقتی هر دفعه آدمان مرا تنقید و بد میکردند، همچنین. وقتی هر دفعه به من برادران و خویش و تبارم میگفتن که چرا به روسیه میره و غیره، همیشه هدفم را انتخاب میکردم. این خیلی و خیلی مهم است. هدف خود را انتخاب کن، آن به تو الهام میبخشد. وقتی موفق شوی، همه با تو فخر میکنند. والدانت میگویند که او پسر من است، دوستانت میگویند که آفرین به تو، زنت باشد تو را سخت دوست میدارد. پس همیشه هدفت را انتخاب کن. وقتت را به کسی نده. همیشه هدفت را انتخاب کن. چیزی که نشود. هر دفعه وقتی که به این و آن میل پیدا میکنی، وقتی پول صرف کردن میخواهی، چیزی خریدن میخواهی، هدفت را انتخاب کن. آنگاه تو خوب میسبزی. 4. به استاد یگان کار نکن. تماما نکن. کورکورانه کار نکن. داشتن خود را یاد گیر. استفاده بردن دانش‌های آدمان موفق را یاد گیر. از دیگران دانش بخر. از دیگران خرد بخر. این میلیون ها بار ارزان تر است. میلیون ها بار. این همه را با غم و عذاب طی کردن شرط نیست و در یاد گیر. 5. تو در تنهایی کار کردن نمیتوانی. تو باید با آدمان کار کردن را آموزی. تو باید انسانی دلکش باشی. همه تو را با جوهری باطنت دوست دارند. با آدمان در گروه کار کرده توان و غیره. به دیگران هم آموزان، به دیگران هم یاد ده. باعث خوشبختی دیگران شو و شخص شو که از همه باوریناک و با اعتماد باشی. اگر وعده داده باشی آن شخص حتی بدکردار هم باشد وفا کن، حتی اگر بدترین انسان هم باشد، زیرا تو را همیشه آدمان احاطه خواهند کرد که مثل تو اند. پروفسیونال شوی، پیشت پروفسیونال ها می آیند. آدمی خوب شوی، پیشت آدمان خوب می آیند. در یاد گیر. وقتی جگر بیمار شود، آن در چشم این انعکاس می‌یابد. اگر گرده بیمار شود، در گوش و غیره. این معنای آن را دارد که سرچشمه بعضی مشکلات در آن جایی می‌شود که تو حتی نمی‌دانی. از این رو تو باید فهمی. همه گونه کمبودیت را حتما آدمان اطرافت می‌بینند. دیر یا زود می‌فهمند. وقت داور است. وقت همه چی را در جای خود می‌ماند. فکر نکن که مکاری های تو را کسی نمی‌بیند. فکر نکن که خطاهای تو را هیچ کس احساس نمی‌کند. هیچگاه به این راه نده. این خیلی مهم است. انسانی توانا و باوریناک شو. موفقیت تو وابسته است به آن که چقدر آدمان به تو باور میکنند، چقدر آدمان میتوانند دربر تو باشند. انا همین خیلی مهم است. شخصی با قوت شو و آدمان توانا را به خود جلب کن. اگر تو مکاری کنی، اطرافت پر از مکاران می شود. اگر دروغ گویی، در اطرافت دروغگویان پیدا می شوند. قانون حیات چنین است و از همه مهمش، شرط نیست به آدمان اثبات کنی که تو انسان خوبی. تنها همچون انسان خوب زندگی کن. انسان خوب باید تربیت خوب داشته باشد. شکل ظاهری دلکش، سلامتی خوب، عائله سالم، رفتارهای حمیده داشته باشد و به همه خوبی کند. انسان را سخنش نه، بلکه رفتارش زیبا می‌گرداند. کاری کن که به رفتارت همه هوس کنند. با عملهای نیکت در دل آدمان جا شو. انا آنگاه آدمان گردت جمع میشوند و تو را احترام میکنند و این تو را قوی‌تر میسازد. این را در یادت گیر. اگر با آدمان مصلحت کردن را بیاموزی، اگر محض انسان خوب شدن را بیاموزی، تو هیچگاه گرفتار مشکلات نمیشوی. هیچگاه نمیشوی، چون که همه گونه مشکلات را با مصلحت حل کردن ممکن. همه گونه مشکلات را، چه مشکلاتی که نباشد، و همیشه میتوان به همه گونه هدف رسید توسط آدمان. این مهارت است، این قابلیت است، این هنر است. پیوسته خود را تربیت کردن در کار، خود را به همین سمت انکشاف دادن در کار. آنگاه سربلند میشوی. تشکری زیاد استاد.